این محصولات ساخت چین است. مراد صالح و خانواده اش چند سال باز به آوردن کالا از چین مشغولند. به سبب بیماری کووید 19 چین مرزهایش را بست و مراد صالح و تاجران دیگری تاجیک به مشکل دچار شدند. پشکر نوش زور بود. بار تز می اومد، دستافکش شروع بود. دام باین 20 روز زیاد می اومد. آواز 3 4 ماه 5 ماه 6 ماه. یخی بار توی اصلا یخی آدم خوبه. چیز کننسه. در 3 سال بسته بودن سرحد چین، صاحبکاران تاجیک مجبور بودند محصولات را با تلفن یا توسط اینترنت سفارش دهند، وضعی که به صاحبکاران چندان پسند نبود. صاحبکارا رفته چون میبینن که برای چیکاری که با تلفن زکاس میکنه اوج کینتره بار خطا میاد خیلیش. وقتی چون برای اوج خیلی خوب میشه. وقتی با تلفن دیگه خیلی بار روی میکنن خطا خیلیش میاد. وقتی راسوید که مقصد ایمی 3 سوید زکاس میکنی در تلفن دیگه سوید میتوه. وقتی ای پیش میبینی و دیگه. حکومت چین اول امسال کرانتین مجبوری و محدودیت ورود مسافران را به این کشور بیکار کرد. مسافرانی که وارد چین میشوند اکنون 1 هفته در کرانتین نمی ایستند و تنها باید تا 48 ساعت پیش از پرواز نتیجه منفی کرونا ویروس داشته باشند. صاحبکاران تاجیک از باز شدن مرز چین خوشحالند، اما میگویند ارزش راهگیری دندان شکن است. تا آغاز پاندمی میان دوشنبه و ارومچی پرواز مستقیم عمل میکرد. صاحبکاران تاجیک حالا مجبورند که توسط روسیه به چین بروند. ما صاحبکاران از خواهش میکنیم که همون راهگیری که ما میبینیم همون کمتر ارزانتر کنند. از سبب که کمتر نرخش گرانتر است و ما صاحبکارا دست نهره از تمگیر میشه. مثال خواهش مندیم که همون رئیس ارومچی که هست همون مثال بر وقت زودتر کشوده کنند که تا ما رفته بیاییم. بسته بودن مرز چین به بازارهای تاجیکستان به تاثیر نماند. یک قسم بازار را اکنون مال ازبکستان گرفته است. خطای محکم بود. بار آمدنش به حد دیر می اومد. همین خاطر وقتی ما ازبکستان زده چیم ازبکستان اوج صفاتش من کنار زد. هم نزدیک است. بار در 1 روز می بیاد. امروز زکات می فقط می بیاد. چین یکی از شریکان اساسی اقتصاد تاجیکستان است. یکی از قرض دهنده های اساسیش نیز. از چین به تاجیکستان بیش از 3000 نامگوی مال وارد می شود. از تاجیکستان به چین حدود 10 نامگوی محصولات می برند. سالهای اخیر قرض زیاد و وابستگی تاجیکستان از چین تنقید می شود، ولی مقامات پیوسته گفتند حد خود را می شناسند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.